نشست چهارم دوره موشمرد رو ادامه میدیم با ارائه دوستمون آقای غلامی. بفرمایید آقای غلامی. سلام خانم دکتر و بقیه دوستان عزیز. بخش کمی از این مقاله باقی مونده. توی قسمت دوم که نظریه رو میگفت، بخش الف در واقع برخی از مشخصات عمومی روان رنجوری وسواس رو خوندیم. الان بخش ب و جیم در واقع مونده. صفحه 69 میشیم. برخی خصوصیات روانی مبتلایان به روان رنجوری وسواس. توی این بخش طرز تلقی اونها نسبت به واقعیت، خرافات و مرگ رو بیان می‌کنه. در این بخش مصمم هستم تا برخی از خصوصیات روانی مبتلایان به وسواس را بررسی کنم که اگرچه به خودی خود مهم به نظر نمی‌رسند، اما در مسیر درک چیزهای مهم قرار دارند. اینا در بیمار ما بسیار محسوس بودن، ولی میدانم که قابل انتساب به شخصیت فردیش نیستن، بلکه با بیماریش ارتباط دارند و به عینه در سایر افراد وسواسی نیز به چشم می‌خورند. بیمار ما بسیار خرافاتی بود. اگرچه در این حال فردی بسیار تحصیل کرده، روشنفکر و باهوش و با ذکاوتی بود و حتی گاهی می‌توانست مرا مطمئن سازد که یک کلمه از محملاتش را باور ندارد. بنابراین وی هم خرافاتی و هم غیر خرافاتی بود و تمایز واضحی بین طرز تلقی او و خرافات مردم بیسواد که خود را با عقیدهشان یکی می‌دانند وجود داشت. ظاهراً وی می‌فهمید که خرافاتش تابع طرز تفکر وسواسی اوست، اگرچه گاهی کاملا با آنها میدان میداد. معنی این رفتار بی‌ثبات و نوسانی به سادگی قابل فهم است، مشروط بر آنکه از منظر فرضیه‌ای که اکنون به ذکرش خواهم پرداخت به آن بنگریم. به نظر من وی صاحب نظر روشنی درباره این موضوع نبود، بلکه دو عقیده منفک و متناقض در این باره داشت. نوسان وی بین این دو طرز تلقی آشکارا تابع نظر آنیش نسبت به بیماری وسواسش. یعنی هر لحظه احساس می‌کرد این از وسواسش، اون رو میتونست کنار بذاره، هر لحظه نه درگیرش میشد، اون رو تا پایان پیش میبرد. حالا در ادامه توضیح کامل‌تر میدم. نوسان وی بین این دو طرز تلقی آشکارا تابع نظر آنیش نسبت به بیماری وسواسش بود. به محض اینکه بیمار در خصوص وسواسی مجاب میشد، به زود باوری خودش میخندید و دیگر واقعی که منجر به تزلزل قطعیش گردید رخ نمیداد. ولی در لحظه‌ای که تحت نفوذ وسواس دیگری که مرتفع نگردیده بود قرار می‌گرفت یا به عبارت دیگر تحت نفوذ چیز دیگری به همین وزن و منوال، یعنی مقاومت، عجیب‌ترین تطابقات رخ میداد و عقیده ساده لوحانه وی تقویت میشد. میگه اگه پی می‌برد که این موضوع یک وسواسه از کنارش رد میشد، اما اگه هنوز به این پی نبرده بود و درگیرش میشد، اون مثلا به یک رخدادی ختم میشد و این باورش رو تقویت میکرد که خرافات نیستن اینها، بلکه یک سری افکار در واقع واقعیت هستن. با این حال خرافات او از نوع خرافات فردی تحصیل کرده بود و از جزم‌های عامیانه‌ای از قبیل ترس از جمعه یا عدد 13 و نظایر آنها اجتناب می‌ورزید، ولی به اخطارهای ناخودآگاه قبلی و خواب‌های پیشگویی کننده اعتقاد داشت. دائما با همان شخصی مواجه میشد که داشت فکرش را میکرد، یا از کسی نامه‌ای دریافت میکرد که بعد از سالها فراموشی ناگهان به خاطرش رسیده بود. در این حال وی به قدر کافی امین بود، به قدر کافی در مورد اعتقاد رسمیش صادق بود که مواردی را که قریب‌ترین حس پیشگویی حاکی از وقوع پیش آمد بعد به هیچ چیزی ختم نشده و پوچ از کار در آمده بود را فراموش نکند. یعنی اون بخشایی که به عمل نرسیده بودن رو هم انکار نمی‌کرد. مثلا یک بار وقتی که برای گذراندن تعطیلات تابستانیش به جای رفته بود، به طور قطعی احساس می‌کرد که دیگر هرگز زنده به وین باز نخواهد گشت. وی همچنین اعتراف کرد که میزان زیادی از پیشگویی‌هایش مربوط به چیزهایی بود که هیچ اهمیت شخصی ویژه‌ای برایش نداشت و وقتی که با یکی از آشنایانش مواجه میشد که تا چند لحظه قبل به مدتی طولانی به او فکر نکرده بود، هیچ چیز دیگری بین خودش و آن خیال و تصور اعجازآمیز رخ نمیداد و طبیعتاً وی نمیتوانست منکر گردد که تمامی وقایع مهم زندگیش بدون درک قبلی هیچ گونه احساس اخطارآمیز و پیشگویی در مورد آنها رخ داده بود. چنانکه برای مثال مرگ پدرش کاملا وی را متعجب ساخته بود. ولی مباحثاتی از این قبیل بر تناقض بین اعتقاداتش تأثیری نداشت. آنها
صرفاً برای اثبات ماهیت وسواسی خرافاتش به کار می‌آمدند و این را میشد از کیفیت آنها همراه با افزایش و کاهش مقاومتش استنباط کرد. بدیهی است که من در موقعیتی نبودم که قادر به بیان توجیهی منطقی در خصوص تمامی داستان‌های اعجازآمیز گذشته دورش باشم، ولی راجع به امور مشابهی که در حین درمانش به وقوع پیوست می‌توانستم به او ثابت کنم که همواره خود او در ایجاد این وقایع اعجازآمیز دست داشته است و قادر بودم روش‌های اجرایی‌اش را به او خاطرنشان سازم. وی به وسیله دید محیطی و خواندن، فراموش کردن و بالاتر از همه خطای حافظه عمل می‌کرد. دست آخر خود او در کشف تردستی‌های کوچکی که از طریق آنها این عجایب یا عمل و نیت خودش از قوه به فعل در میآمد به من کمک میکرد. میتوانم یکی از ریشه‌های جالب توجه زمان کودکی را که در عقیده‌اش مبنی بر راست از آب درآمدن پیشگویی‌ها و اخطارهای غیبی قبلی موثر بود بیان سازم. کشف این موضوع با یادآوریش موثر گردید. یادآوری این که غالباً وقتی تاریخی برای کاری ثبت و مشخص می‌گردید مادرش میگفت که من در فلان تاریخ نمیتوانم این کار را بکنم، تا آن تاریخ باید در تخت بمانم. در حقیقت نیز وقتی که روز موعود در واقع سر میرسید همیشه در تخت به عنوان بیمار میموند. بی تردید بیمار احساس نیاز میکرد که تجاربی از این قبیل را تکیهگاه و پشتیبان خرافاتش قرار دهد و به همین خاطر بود که اینقدر ذهن خود را درگیر تطابقات توضیح ناپذیر زندگی روزانه که همگی ما با آنها آشنایی میساخت و نقص آنها را با فعالیت فکری ناخودآگاهش جبران میکرد. من به چنین نیاز مشابهی در بسیاری از بیماران وسواسی دیگر نیز برخورد کردم و وجود آن را در بسیاری دیگر نیز حدس زدم. این کیفیت از نظر خصوصیات روانی روانرنجوری وسواس قابل توجیه است. در این بیماری همانطور که قبلا توضیح دادم واپس‌زدگی نه به توسط فراموشی بلکه از طریق تفکیک ارتباطات سببی مهیا می‌گردد که با انفکاک اثر احساسی هیجانی از موضوع اصلی فراهم شده است. این ارتباطات واپس زده ظاهراً به شکلی مبهم دوام می‌یابند و بدین ترتیب روند برون‌فکنی به درون جهان خارج منتقل می‌شود و در آنجا به وجود آنچه از خودآگاهی محو گردیده گواهی می‌دهد. نیاز روانی دیگری که در بین وسواسی‌ها مشترک است و از برخی جهات مرتبط با امر یاد شده است نیاز به عدم قطعیت در زندگیشان یا نیاز به وجود شک و تردید در کارهاست. کاوش در این خصوص منجر به تفحص در امر غریزه می‌شود. خلق تردید یکی از روش‌هایی است که روانرنجورها برای منفک ساختن خود از دنیای واقعیت و انزوا از جهان به کار می‌برند. همچنین به سادگی می‌توان دریافت که چگونه خود بیماران تلاشی مستمر به عمل می‌آورند تا از قطعیت خاطر اجتناب کنند و در شک و تردید باقی بمانند. حقیقتاً نیز برخی از آنان به این تمایل در قالب نفرت یا بیمیلی مثلا نسبت به انواع ساعت، زیرا ساعت‌ها حداقل وقت را در طی روز قطعی نشان می‌دهند، یا نیرنگ‌ها و تدابیر ناخودآگاهی جهت بی‌اثر کردن این وسایل شک‌زدا به کار می‌برند. در واقع میگه که اونها برای اینکه این شک و تردید رو دائما داشته باشن هر وسیله‌ای که قطعیتی رو نشون بده رو زیر سوال میبرن و اون رو در واقع با یک نفرت و بیمیلی ازش یاد میکنن. بیمار ما استعداد ویژه‌ای داشت برای آن که از یافتن بصیرت در خصوص هر حقیقتی که جهت تعیین تکلیفش کمک میکرد اجتناب ورزد. بنابراین وی در خصوص آن مطالب مربوط به خانم مورد علاقه‌اش که بیش از همه با موضوع ازدواجش ارتباط داشت ناآگاه بود. ظاهراً وی نمی‌توانست بگوید که چه کسی وی را عمل کرده و آیا این عمل یک طرفه یا دو طرفه بوده است. وی میبایست به زور وادار می‌گردید تا آنچه را فراموش کرده به خاطر آورد و به آنچه به دیده اغماض نگریسته توجه کند. تمایل مبتلایان روانرنجوری وسواس نسبت به عدم قطعیت و تردید داشتن وادارشان می‌کند که از باب تقدم و رجحان افکارشان را متوجه موضوعاتی کنند که تمامی انسان‌های دیگر نیز در مورد آنها تردید دارند و حقاً هم دانش و قضاوتمان درباره این موضوعات باید در معرض سوءظن قرار گیرد. مهمترین آنها را می‌توان بحث درباره اصل و منشأ انسان، طول عمر، زندگی پس از مرگ و خاطره دانست. در روانرنجوری وسواس
تردید در خاطره و شک در صحت کارکرد حافظه به منتهای درجه شکلگیری علائم کمک می‌کند و صریحاً از نقشی که مسائل طول عمر و زندگی پس از مرگ در محتوای واقعی افکار بیماران دارد آگاه می‌گردیم. به عنوان مرحله گذاری، مناسبت نخست یکی از دیدگاه‌های خرافی بیمارمان را که قبلا به آن اشاره کرده و قطعا برای برخی از خوانندگان گیج کننده بوده است بررسی می‌کنیم. منظورم قدرت مطلقی است که او به افکار و احساسات و آرزوهایش خواه خوب یا خواه بد نسبت می‌داد. باید اعتراف کنم این امر انسان را اغوا می‌کند که بگوید این فکر هذیانی صرف است و از محدوده روان رنجوری وسواس تخطی می‌کند. ولی من با همین اعتقاد در بیمار دیگری نیز برخورد کردم. وی مدت‌ها قبل سلامتش را بازیافت و حال زندگی طبیعی را طی. در حقیقت تمامی این گونه مبتلایان چنان رفتار می‌کنند که گویی در این خصوص اعتقادی مشترک دارند. وظیفه ما حکم می‌کند که تا حدی این زیاده رویشان را در برآورد توانشان روشن سازیم. بدون فوت وقت با این فرض که این عقیده تصدیق صریح باقی مانده خودبزرگبینی ریشه‌دار در دوران کودکی است، از بیمارمان در خصوص زمینه‌های چنین باوری استفسار می‌کنیم. در پاسخ وی دو تجربه را مطرح می‌کند. وقتی دوباره به همان مؤسسه آبدرمانی بازگشت که برای اولین و تنها دفعه مؤثر واقع گردیده بود، تقاضای اقامت در همان اتاق قبلیش را کرد، زیرا وضعیت آن اتاق روابطش را با یکی از پرستاران آنجا هموار می‌ساخت. به وی گفته شد که این اتاق را قبلا پروفسوری مسن گرفته است. این خبر به طور محسوسی انتظارش را در خصوص درمان موفقیت آمیز به یأس تبدیل ساخت و او با این فکر نامیمون نسبت به آن واکنش نشان داد. امیدوارم به خاطر این کارش بمیرد. اون پروفسوری رو میگه که اتاق مورد علاقه این رو اومده گرفت. 2 هفته بعد با کابوسی در مورد یک نعش از خواب پرید. صبح آن روز شنید که پروفسور واقعا دچار سکته مغزی شده و در همان زمانی که وی از خواب بیدار شده بود داشتند او را به درون اتاقش حمل می‌کردند. در واقع یکی از تجاربش بوده که این فکر رو داشته و اتفاق افتاد. تجربه دوم مربوط به زنی مجرد میشد که البته چندان هم جوان نبود. او دنبال عاشق میگشت و لذا مدتی به بیمار ما توجه بسیاری مبذول داشت. یک بار نیز صریحا از وی پرسیده بود آیا نمیتواند او را دوست داشته باشد. بیمار ما نیز جواب تفره‌آمیزی به او داده بود. چند روز بعد وی شنید که این زن خودش را از پنجره به بیرون پرتاب کرده، لذا شروع کرد به سرزنش خویشتن. به خود میگفت که اگر محبت را به او ارزانی می‌داشتی می‌توانستی زندگیش را نجات دهی و قدرت حفظ جان او را داشتی. بدین طریق بیمار ما در خصوص قدرت مطلق عشق و نفرتش متقاعد شده بود. بدون تکذیب به قدرت مطلق عشق می‌توانیم خاطر نشان سازیم که هر دوی این موارد با مرگ ارتباط داشت و قادر به اتخاذ این تبیین آشکاریم که بیمار ما نیز همچون سایر روان رنجوری‌های وسواسی مجبور به غلو در ارزیابی تأثیر احساسات خصومت آمیزش بر جهان خارج بود. زیرا بخش بزرگی از تأثیرات روحی و درونیشان از حیطه دانش خودآگاهش گریخته بود. عشقش یا به بیان دقیق‌تر دشمنی و نفرتش به راستی قوی بود و دقیقاً همینها بودند که افکار وسواسی را خلق می‌کردند. افکاری که وی نمی‌توانست منشأ آنها را درک کند و بیهوده تلاش می‌کرد تا از خود در مقابل آنها حمایت بکند. اینجا برای خود من خیلی جالبه، در واقع میگه که این حجم از عشق یا نفرت به نوعی، در واقع عشقی که میاد که اون نفرت رو بپوشونه، اینهایی که منشأ این افکار وسواسی رو شکل. بله. زمانی که این بخش رو تموم کردیم یه گفتگوی کوچولو داشته باشیم بد نیست. یعنی بخشی که مربوط به یک صفحه دیگه مونده خرافات و ایناست. بله. بیمار ما طرز تلقی کاملا ویژه‌ای نسبت به موضوع مرگ داشت. هرگاه کسی می‌مرد، وی عمیقاً همدردی خود را آشکار می‌ساخت و همچون فردی مذهبی در آیین تشییع جنازه و دفن شرکت می‌کرد، به طوری که برادرها و خواهرش به او لقب مرده‌خور داده بودند. همچنین به گمانش وی نیز دائما همراه با مرگ افراد فنا می‌شد تا بدین وسیله همدردی قبلی‌اش را
با نزدیکان داغ دیده متوفا ابراز دارد. مرگ خواهر بزرگترش که در 3-4 سالگی بیمار رخ داد نقش بزرگی در توهماتش داشت و در ارتباط نزدیک با بزهکاری کودکانش در همان سن. به علاوه می‌دانیم که در چه سن کمی افکار مرتبط با مرگ پدرش ذهنش را به خود مشغول داشته بود و می‌توانیم خود بیماریش را عکس‌العملی نسبت به آن واقعه محسوب داریم. چیزی که در خصوص آن وی آرزوی وسواس آمیزی را 15 سال قبل احساس کرده بود. بست قریب ترس‌های وسواس آمیزش به جهان دیگر چیزی نبود جز جبران این آرزوهای مرگ طلبانه‌ای که او علیه پدرش احساس کرده بود. این هم حدود 18 ماه بعد از مرگ پدرش آغاز شده بود، در زمانی که اندوهش در خصوص این فقدان احیا گردیده بود و علی‌رغم واقعیت و به ملاحظه آرزویی که قبلا خودش را در انواع و اقسام توهمات نشان داده بود، منظور باطل کردن واقعیت مرگ پدرش در نظر گرفته شده بود. ما تاکنون در چندین جا فرصت به دست آوردیم که عبارت در جهان دیگر را به اگر پدرم هنوز زنده بود ترجمه کنیم. اما رفتار سایر روانرنجوری‌های وسواسی چندان با رفتار بیمار کنونی ما متفاوت نیست، حتی اگر در سرنوشت آنان رخ به رخ قرار گرفتن با پدیده مرگ در چنین سن کمی روی نداده باشد. افکار آنان مستمراً با طول عمر و احتمال مرگ سایر افراد اشغال می‌گردد. تمایلات خرافاتگونه‌شان در ابتدا هیچ محتوای دیگری ندارد و احتمالاً از هیچ منبعی جز این بر نمی‌خیزد، ولی این روانرنجورها محتاج به کمک احتمال وقوع مرگند، به خصوص از این نظر که این هم می‌تواند همچون راه حل کشمکش‌هایی که حل نشده باقی گذارده‌اند عمل کند. خصوصیت اصلی اینان آن است که نمی‌توانند تصمیم بگیرند، به خصوص در مسائل مربوط به عشق. آنان می‌کوشند هر تصمیمی را به تعویق اندازند و در تردیدشان در باب اینکه کدام فرد را انتخاب کنند یا از چه تدبیری علیه دیگری استفاده کنند، مجبورند دادگاه‌هایی را که در آنها قبل از صدور رأی قضاوت دادخواست با مرگ طرفین دعوا به پایان میرسد به عنوان سرمشق انتخاب کنند. بنابراین در هر کشمکشی که وارد زندگی این افراد می‌گردد، آنان به جستجوی مرگ کسی برمیخیزند که برایشان مهم است و این شخص معمولاً فردی است که مورد علاقه ایشان، مثلا یکی از والدینش، یا رقیب، یا یکی از اهداف مورد علاقهشان که در اصل تمایل ایشان بین آنها در نوسان است. ولی در اینجا بحث ما درباره عقده مرگ در روانرنجوری‌های وسواسی با مسئله زندگی غریزی این گونه بیماران سر و کار پیدا می‌کند. ولذا اکنون باید کمی هم به این مسئله بپردازیم. حالا بخش بعدی میاد به این منشأ اجبار و تردید میپردازه. صداتون رو نداریم، فکر کنم میکروفونتون میوت. بله، در مورد مسئله چند تا چیز هست که با هم دیگه همزمان میاد توی توصیف این تابلوی بالینی، خرافه و شک، خرافات و شک. خب یکیش مسئله در رابطه با مسئله خرافات، این رو هم نمیشه نادیده گرفت که به هر حال فروید رشنالیست بود، خردگرا بود و یک مقدار از دید من در این زمینه افراطی هم هست. یعنی فرض کنیم یک چیزهایی که اون زمان یونگ میگفت خب فروید نمیپذیرفت، مثل سنکرانیسیتی، همزمانی یا تلپاتی و اینجور چیزها، و همه اینها رو میذاشت به حساب خرافات. خب ما الان یه مقدار شناخت بیشتری نسبت به این پدیده ها داریم و میتونیم بگیم که یک سری از اینها واقعا خرافات نیستند، ولی به هر حال نمیشه جای اهمیت خرافات رو توی تابلوی وسواسی نادیده گرفت. حالا چرا انقدر وسواسی خرافاتی است؟ یک نکته‌ای که فروید بهش اشاره میکنه ولی بازش نمیکنه، دقیقاً به این دلیل که خودش یه مقدار زیادی رشنالیست بوده، مسئله این هستش که معمولاً کسانی که خیلی رشنال هستند، زیادی خردگرا هستند،
هستند اینها خرافاتی تر هم هستند. یعنی یک جوری این دوتا با هم دو سوی قضیه با هم دیگه بی ارتباط نیست. یعنی زمانی که ما جایی برای اون چه که لکان هستا مینامه، غیر مینامه باز نکنیم، اینکه فکر کنیم که همه چیز رو میتونیم بشناسیم و میتونیم همواره یک تصمیم عقلانی بگیریم در مورد همه چیز، خود این اساساً یکی از ویژگی‌های وسواسی است و با ساختار وسواسی و با اون چیزی که فروید خیلی خوب داره بهش اشاره میکنه، یعنی خود بزرگبینی و اینکه خودش رو در واقع به جای سازوکار جهان میگذاره و فکر میکنه که تمام سازوکار جهان دستش هست، بی ارتباط نیست. و این دقیقاً به مسئله اخته نشدگی در واقع فرد اشاره داره، نپذیرفتن اختگی و اینکه خب خیلی چیزها هستش که ما برامون قابل شناخت نیست، توان شناختش رو نداریم. بنابراین معمولاً تو این جور افراد که معمولاً هم خردگرا هستند و خیلی به انتخاب‌های عقلانی اهمیت میدن و خیلی هم باهوشن تو این زمینه و بسیار هم اتفاقاً وقتی با شما صحبت میکنن میبینید که مو رو از ماست میکشن و بسیار دقیق همه چیز رو بررسی میکنن. یک رویکرد کاملا به اصطلاح علمی بین گیومه دارند، یعنی دقیقا همون چیزی که لکان در مورد علم هم مطرح میکنه، این که علم یک چیزی رو نادیده میگیره و اون دخالت زیرنهاد هست در هستی و پذیرفتن اینکه یک ناشناخته هایی هست که علم هیچ وقت نخواهد شناخت. بنابراین این به اصطلاح خردگرا بودن وسواسی بی ارتباط با خرافی بودنش نیست، برای اینکه اون چه که در واقع از دیدگاه خردی وا میزنه، فورکلوز میکنه ها، نمیخواد ببینه، در واقعیت از بیرون به سراغش میاد. این نکته هستش که خب ما نزد فروید نمیبینیم، ولی فروید خیلی خوب داره توصیفش میکنه که بیمار من خیلی هم خرافاتی بود هم نبود و به هر حال نوسان داشت و وقتی که خرافاتی نبود خیلی عقل‌گرا بود. نکته دیگری که ما داریم در رابطه با مسئله خرافات دقیقاً این هستش که این افراد واقعا فکر میکنن که همه چیز رو میتونن خودشون بنویسن، سرنوشت رو میتونن بنویسن، همه اتفاقاتی که براشون میفته رو میتونن از غربال اراده خودشون رد بکنن و همه چیز رو در واقع کنترل بکنن. دلیلش هم این هستش که اینجا واژه واقعیت رو شما میتونید در کودکی به جاش بذارین پدر. یعنی اینکه همیشه این مثال میزنم، وقتی بچه‌ای میاد به مامانش میگه که مامان من میتونم این کارو بکنم، مادر معمولاً بهش میگه که اجازه بده از بابات بپرسیم میشه یا نمیشه. و خب چون بابایی نیست معمولاً اگر دقت کرده باشیم توی تاریخچه زندگی این بیمارا بابایی نیست، مامان هست و مامان هرچی هم که بچه میگه قبولش میکنه و گذاشتتش واقعاً در جایگاه الهی و در جایگاه پدر. بنابراین معمولاً بچه‌هایی هستن که فکر میکنن که هر چیزی که اراده کنن باید همان بشه، هم مثبت هم منفی. یعنی دقیقاً اینکه اگر یک اتفاقی بیفته که اونها خودشون رو بخوان سرزنش کنن به خاطرش، به شکل دیوانه‌واری خودشون رو سرزنش میکنن. اینجا هستش که شما با یک آزارگر سادیست وحشتناکی روبرو میشین در درون این بیمارها که به شدت شکنجهشون میده. یعنی واقعا وقتی گوش میکنید بهشون فکر میکنید که واقعا یک شیطان توشون نشسته و داره آزارشون میده، برای اینکه این فرامن به قدری توشون قوی هست و به قدری نامحدود اراده داره که دقیقاً اونجایی که خیلی خوب فروید داره میگه عشق و نفرت، یعنی اونجایی که فکر میکنن هر اتفاقی اگر افتاده اونها آرزو کردن که بیفته، این دو روی سکه است. یعنی از یک سو خیلی مغرور میشن وقتی اتفاق مثبته و شکنجهگر خودشون میشن وقتی این اتفاق منفی است. یعنی فکر میکنن که واقعا تقصیر خودشون بوده و به هیچ عنوان نمیتونن خودشون رو ببخشن. یک مسئله نکته دیگر در شک این هستش که خیلی اگر دقت داشته باشیم به این که به هر حال اون چیزی که به یک جمله معنا میده، اون نقطه‌ای هست که زیرنهاد در پایان جمله میگذاره.
و معناهای گوناگون یک جمله رو محدود میکنه، مرز میذاره با این نقطه گذاری براش. در وسواس این ذینهادی که قرار نقطه بذاره بسیار نحیفه و چون ذینهاد خوب شکل نگرفته و خیلی نحیف هست، این شک رو در همه جا داره. یعنی یک چیزی رو میگه ولی این نقطه گذاریش خیلی طول میکشه. یعنی یه چیزی رو میگه 2 دقیقه بعد میگه شاید اشتباه کردم، دوباره میفته توی شک و بنابراین همیشه میان نقطه گذاری و نقطه نگذاری در نوسان هست. این رو هم باید خیلی بهش توجه بکنیم. در مورد مرگ عزیزان و نزدیکان و خلاصه هر کسی دیگه قاعدتاً مسئله فرامن خیلی مطرحه. به هر حال این که دیگری مرد من هنوز زنده هستم، پس حتما باز من اینجا یه نقشی دارم، بنابراین باید برم و در مراسمش شرکت کنم یا مراسم بگیرم براش یا بیشتر از نزدیکانش گریه کنم. خب خیلی خوب میبینیم توی این وسواسی ها. و یه نکته دیگری که فروید بهش اشاره میکنه خوابهای وسواسی ها هست. میگه که اینها همیشه خواب مرگ و خواب بدبختی میبینند رویای مرگ عزیزانشون رو پیشا پیش میبینند و خواب بدبختی ها رو میبینند و یه مقدارش هم درسته. یعنی واقعا برمیگرده به خوابهای تلپاتیک و خوابهایی که واقعا میتونن ببینن. بنابراین اگر ما بخوایم خیلی با نگاه عقلگرای قرن 18 باشون به عنوان درمانگر بهشون گوش بدیم و هر موقع هر چی گفتن رو این هم بذاریم به حساب خرافات، کار نمیکنه. باید دقت داشته باشیم که اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ممکنه که خرافه باشه، ممکنه هم واقعا یه خواب تلپاتیک باشه، ولی چیزی که مهمه درون مایه خواب ها هست. یعنی اون چیزی که فروید میگه اینکه شما هیچ وقت نمیدونم خواب خوشبختی رو نمیبینین، همیشه خواب بدبختی ها رو میبینین. این نکته هستش که برای ما مهمه. چرا همیشه خواب مرگ عزیزان رو میبینید، هیچ وقت خواب نمیدونم اتفاق مثبتی که ممکنه براشون بیفته رو نمیبینید. خب ادامه بدیم اگر چیزی نمیخواد بگه. دوستان کسی سوالی داره؟ بله ادامه بدیم. ببخشید. بله سلام. من فقط قسمت اول رو متوجه نشدم. گفتین که پدر نیست، بعد از اون طرف یه فرامن خشنی وجود داشت در این افراد. این قسمت رو من متوجه نشدم که بعد چطور میشه این اتفاق بیفته. برای اینکه پدر، وقتی میگیم پدر منظور پدر واقعی توی خانواده نیست، منظور قانون هست. پدر معمولا پدر نماینده قانون هست. پدر مورد نظر ما هست، یعنی قانون. برای اینکه پدری که به قانون، یعنی به یه پدر دیگه ارجاع نده، قاعدتاً خودش در جایگاه فرامنی قرار میگیره. این چیزی که به هر حال ملانی کلاین خیلی خوب بهش اشاره کرده، فرامن مادری، میگه خیلی فرامن خطرناکتری هستش و خیلی خشن‌تره، برای اینکه خیلی با بهره بری نزدیکتر هست. در واقع پدر محدود میکنه ژویسانس رو، بهره بری رو، و بنابراین یک به جای فرامن قانون رو میچونه. ممنونم، متشکرم. یعنی وقتی مادر میگه که از پدر بپرسیم، از پدر مثلا مشورت بگیریم، اجازه بگیریم، این بیشتر کمک میکنه به کودک تا اینکه اصلا همچین چیزی وجود نداشته باشه. اینطور متوجه اجازه، حالا واژه اجازه رو میشه حالا یه کمی چیزش کرد، میشه گفت پدرت بیاد با هم صحبت بکنیم، مشورت بکنیم ها. یعنی اینکه پدری هست، یعنی تو نیستی که تصمیم میگیری، تو همه چیز من نیستی، تو هرچی از من بخوای بهت بله نخواهم گفت. بله گفتن من به تو مشروط به یک نظر دیگری هست. این یعنی اینکه کودک میشینه سر جاش و مرزهاش رو تعیین میکنه، بنابراین همه توان نخواهد بود دیگه از اون پس. در حالی که چیزی که ما تو وسواسی ها میبینیم اینه که خودشون رو همه توان و همه دانا تصور میکنن، واقعا همه توان تصور میکنن. به خاطر همین هم هستش که بسیار بسیار بیتاب هستن، بسیار یعنی میخوان که همه چیز رو میخوان کنترل بکنن، همه اتفاقاتی که قراره بیفته رو کنترل بکنن. وقتی که بهشون میگیم که خب با هم صحبت میکنیم، میگیم که خب آخه شما که نیستین که تعیین کننده اتفاقاتی هست که خواهید افتاد،
میپذیرن 2 دقیقه بعد دوباره پاک میشه و اینکه 2 دقیقه بعد دوباره پاک میشه خیلی برای ما واقعا مثل یک معما میمونه تو کار بالینی با این مراجعه. واقعا برای خودمون سوال میشه که آخه چی میشه که این پاک میشه؟ چی میشه که الان مراجع خودش گفتش که آره من قاعدتا نیستم که همه چیز رو تعیین میکنم، پس چرا باید بترسم از اینکه یک اتفاقی رو من نتونم کنترلش بکنم؟ 2 دقیقه بعد پاکه. یعنی میان با شما حرف میزنن، یه مقدار اضطرابشون کاهش پیدا میکنه، یه مقدار آرامش پیدا میکنن، 2 روز بعد دوباره همونه، دوباره زنگ میزنن یک جلسه اضطراری میخوان چون مضطرب هستن، چون نمیتونن کنترل کنن. یعنی اصلا عمیقا در ناخودآگاهشون به همه توان بودن باور دارند. اینکه این باور در کودکی براش مرز گذاشته نشده، مشکل اینجاست. بله. ببخشید بنده هم یه سوالی داشتم. بله. در مورد ضعیف بودن زیرنهاد صحبت کردید که نمیتونه یه جاهایی درست نقطه گذاری کنه و شک ایجاد میشه. من این سوال برام پیش اومد که آیا این شک برای ساختار سایکوز ایجاد نمیشه و اگر ایجاد میشه چه تفاوتی بین شک وسواسی و سایکوز میشه؟ ببینید سایکوز رو وقتی میگیم سایکوز، من فقط درباره اون دوره‌های پریش انگاری و پریشگویی، یعنی در دوره‌های بحران سایکوتیک رو دارم حرف میزنم. خب یعنی اینطور نیستش که شما اگر یک کسی ساختار سایکوتیک داشت اصلا هیچ وقت نتونه نقطه گذاری کنه. زمانی که شما در حالت سایکوتیک هستید اساسا نقطه نمیتونید بگذارید. اگر شما به کسی که در حالت سایکوز هست گوش بدید میبینید نمیتونه نقطه بذاره، همینجور حرفاش همینجور میره به شکل متونیمیک هم میره، یعنی با دگرنامی میره. مثلا یکی دیروز رفته بودم سینما، من سینما خیلی چیز خوبیه، من همه چیزای خوب و دوست دارم. دوستم دیروز منو دیدن پارک بسیار زیباست، زیبایی. ببینید دقیقاً اون شعر میگن تو فارسی میگن مین بده طرف اینجوریه، یعنی دقیقاً متانیمیک، با دگرنامی جمله ها پشت سر هم میره و نقطه گذاری اصلا نمیشه. بعد اون وقت خب خود وسواس اگر دلهرش بیاد بالا امکانش نیست که توی این دوره پریشگویی بیفته و اون وقت نتونه نقطه گذاری بکنه. اگر این امکان وجود داره این افتراقش چطوری میشه؟ افتراق شکی که وجود داره توی سایکوز و وسواس. خب اینجا دیگه ما میریم توی قضیه سایکوز و اینکه سایکوز چی هست اساسا. ببینید سایکوز نبودن چند تا پرانمایی است. یعنی اینکه چند تا پرانمایی وارد دستگاه اندیشوی نشده. یکیش من میتوانمه، همون پرانمایی پدر، یعنی من میتوانم. خب تا زمانی که شما با این پرانمایی رویارو نشدین دارین کارتون رو میکنین، هیچ مشکلی باهاش ندارین. زمانی که دارید زندگیتون رو میکنید و رویارو میشید با یک پدیده‌ای که این پرانمایی رو از شما میخواد و دستگاه فکری شما اون پرانمایی رو نداره که بهتون بده، اونجا دچار بحران سایکوتیک میشید. بنابراین وسواس این پرانمایی رو داره که من میتوانم ولی شک میکنه دائم بهش. دقیقاً بله دقیقاً اینه که ما میتونیم ساختارهای متفاوتی داشته باشیم، هیستریک، وسواسی، هرچی، روانکش، هرچی اینا رو داشته باشیم و بعد تو یک جایی زندگی از ما یه پرانمایی بخواد که نتونیم بهش، نتونیم با اون پرانمایی بیاندیشیم این موقعیت رو. موقعیتی هست که من رو به عنوان زیرنهاد در اون موقعیت براش جایی باز میکنه. وقتی که این پرانمایی نباشه زیرنهاد نمیتونه جایی برای خودش در اون واقعیت باز بکنه. بنابراین کار اون پیگر پدری که کارش تولید سیگنیفیکیشن هست از کار میفته و دیگه نمیتونه نقطه گذاری کنه. خب حالا ما رفتیم توی روانپریشی، ادامه بدیم. سپاس. خب بخش جیم زندگی غریزی بیماران وسواسی و منشأ اجبار و تردید.
اگر بخوایم به درکی از نیروهای روانی نائل شویم که از تأثیر متقابلشان این روان رنجوری حاصل می‌گردد، باید با آموخته‌هایمان از بیمار در خصوص موضوع عوامل تسریع کننده بیماریش در هنگام جوانی و کودکی بازگردیم. وقتی که او 20 ساله بود، در مواجهه با وسوسه ازدواج با زنی غیر از خانم مورد علاقه‌اش ناخوش گردید. لذا به تعویق انداختن تمامی اعمال مقدماتی لازم از اخذ تصمیم در خصوص این کشمکش روحی اجتناب ورزید. وسایل انجام دادن این کار را بیماریش برای او فراهم کرد. درنگ او بین خانم مورد علاقه‌اش و آن دختر دیگر را میتوان بر کشمکش بین نفوذ و تأثیر فکری پدرش بر او و عشقش به زن مورد علاقه‌اش، یا به عبارت دیگر به گزینش کشمکش آمیز بین پدرش و هدف جنسیش، عیناً از همان نوع که قبلا در سالهای دوران کودکیش موجود بود منطبق کرد. به علاوه وی در تمام طول زندگیش به طرز مخصوصی قربانی کشمکش بین عشق و نفرت در خصوص آن خانم و نیز پدرش بود. توهماتش راجع به انتقام و پدیده‌های وسواسی از قبیل وسواسش برای فهمیدن و طرز عملش با سنگ در آن جاده، همون که سنگ رو یه بار برداشت بعد دوباره سر جاش گذاشت، گواه احساسات تقسیم شده‌اش بود و اینها تا حدی نیز قابل فهم و طبیعی بود، زیرا آن خانم با رد پیشنهاد اولیه بیمار ما و همچنین بعداً با سردیش بهانه لازم را برای خصومت ورزی او فراهم کرده بود. روابط بیمار با پدرش تحت تاثیر مستقیم احساس مشابهی قرار داشت و پدرش نیز باید بهانه‌ای برای خصومت ورزی در دوران کودکیش به دست وی داده باشد که البته قادر بودیم تقریباً به طور قطعی آن را اثبات کنیم. نظرش نسبت به آن خانم آمیخته‌ای از عشق و نفرت به میزان بسیار در حیطه شناخت خودآگاهش واقع گردید. منتها خود او در مورد مقدار و شدت احساسات منفیش تصمیم می‌گرفت. ولی برعکس دشمنیش با پدرش، اگرچه یک بار به طور حاد از آن آگاه شده بود، مدت‌ها از نظرش محو گردیده بود و فقط در کشاکش شدیدترین مقاومت‌ها می‌توانست به درون خودآگاهیش بازگردد. می‌توانیم واپس‌زدگی تنفر دوران کودکیش از پدرش را واقعی به شمار آوریم که کل دوران بعدی زندگیش را تحت سلطه روانرنجوری درآورد. کشمکش‌های احساسی بیمارمان که در اینجا به طور مجزا ذکر گردید از هم جدا نبودند، بلکه دوتا با هم پیوند داشتند. تنفرش از آن خانم به ناچار همراه با پیوندش با پدرش بود و برعکس نفرتش از پدرش با تعلق خاطرش به آن خانم. ولی این دو کشمکش یا مغایرت احساسی که بدین ترتیب بیان گردید، یعنی ضدیت بین رابطه‌اش با پدرش و زن مورد علاقه‌اش و تضاد بین عشقش و نفرتش در محدوده هر یک از این روابط، به هیچ وجه با یکدیگر ارتباطی نداشتند، چه از حیث محتوا چه از حیث منشأ اولین اینها منطبق بر نوسان طبیعی بین زن و مرد است که مشخصه انتخابی است که هر کس در خصوص کسی یا چیزی که دوستش دارد به عمل می‌آورد. این هم نخستین بار با این سوال به ذهن کودک وارد می‌شود که کدام یکی را بیشتر دوست داری، بابا را یا مامان را؟ و این سوال در تمام طول زندگی او را همراهی می‌کند. حال شدت نسبی احساساتش به هر دو جنس هرچه می‌خواهد باشد یا هر گونه هدف جنسی که وی بالاخره بر آن تثبیت می‌گردد انتخاب گردد، ولی معمولاً این ضدیت به زودی خصوصیت تند و تیزش را از دست می‌دهد و از قالب سخت و نرم نشدنی با این یا آن به در می‌آید. برای ارضای نیازهای نامتساوی هر دو جناح فضایی یافت می‌شود، اگرچه حتی در یک شخص طبیعی قیمت‌گذاری بیشتر یک جنس همیشه با تنزل بهای جنس دیگر همراه می‌گردد. کشمکش دیگر بین عشق و نفرت عجیب‌تر به نظر می‌رسد. می‌دانیم که اگر عشق از ارضا محروم گردد، به سادگی می‌تواند در بخشی از خود به صورت نفرت معکوس گردد. و شاعران به ما می‌گویند که در طوفانی‌ترین مراحل عشق این دو احساس متضاد می‌توانند تا مدتی همچون رقبایی ثابت قدم پهلو به پهلوی یکدیگر بقا یابند. ولی همزیستی مزمن عشق و نفرت، آن هم وقتی که هر دو معطوف به یک فرد هستند و هر دو به شدیدترین درجه‌اند، ما را متعجب نمی‌کند. باید متوقع می‌بودیم که این عشق پرشور مدت‌ها قبل
نفرت یاد شده را مغلوب کرده یا در کام آن فرو رفته باشد و در حقیقت نیز این بقای اضداد فقط تحت شرایط روانی خاص و با تشریک مساعی وضعیت امور در ناخودآگاه امکان پذیر است. عشق موفق به خاموش ساختن نفرت نگردیده، بلکه فقط آن را به درون ناخودآگاه رانده است و این نفرت در ناخودآگاه که از تخریب شدن به دست عملکردهای خودآگاه مسئول است، قادر به بقا و حتی رشد است. در چنین موقعیت‌هایی عشق خودآگاه معمولاً شدت فوق‌العاده زیادی پیدا می‌کند تا بدین وسیله آنقدر قوی گردد که بتواند همیشه ضدش را در واپس زدگی نگه دارد. شرط لازم برای وقوع چنین وضعیت عجیبی در زندگی عشقی فرد ظاهراً این است که در سنی بسیار کم در نخستین سالهای کودکیش این دو حس متضاد از یکدیگر انشعاب پیدا کنند و یکی از آنها که معمولاً نفرت است واپس رانده شود. اگر تعدادی از روانکاوی‌های بیماران وسواسی را در نظر بگیریم، گریز از این گمان را ناممکن می‌یابیم که رابطه بین عشق و نفرت از آن دست که در بیمار کنونیمان مشاهده می‌کنیم در زمره متداول‌ترین، مشخص‌ترین و لذا شاید مهمترین خصوصیات روانرنجورهای وسواسی است. ولی اگرچه قرار دادن مسئله انتخاب روانرنجوری در ارتباط با زندگی غریزی اغوا کننده است، دلایل کافی وجود دارد که از پیمودن چنین خط سیر خودداری کنیم. زیرا باید به خاطر داشته باشیم که در هر روان رنجوری ما با همان غرایز سرکوب شده در پس پرده علائم مواجه می‌شویم. روی هم رفته تنفر سرکوب نگه داشته شده در ناخودآگاه به وسیله عشق نقش مهمی در بیماریزایی هیستری و پارانویا ایفا می‌کند. ما به قدری از ماهیت عشق کم اطلاعیم که نمیتوانیم در اینجا به نتیجه مشخصی دست یابیم و به خصوص رابطه بین عامل منفی در عشق و جزء سادیستی لیبیدو کاملا مبهم باقی میماند. بنابراین آنچه شرح داده می شود باید صرفاً تبیینی موقت محسوب گردد. بدین قرار می توانیم تصور کنیم که در موارد نفرت ناخودآگاه که اکنون مورد توجه ماست، اجزای سادیستی عشق ناشی از علل سرشتی استثناءً بسیار گسترش یافته و در نتیجه مورد سرکوب زودرس و کامل قرار گرفتند و آن پدیده روانرنجورانه که مشاهده کرده ایم از یک طرف از حس خودآگاه محبت و عشق و از طرف دیگر از سادیسم موجود در ناخودآگاه در قالب نفرت ناشی گردیده است. وقتی به هر طریقی هم که این رابطه جالب توجه عشق و نفرت را توجیه کنیم، قطعیت وقوعش در ورای هر گونه تردیدی با مشاهده بیمار کنونی تثبیت می‌گردد و بسیار مایه خوشحالی است که دریابیم چطور به سادگی می‌توانیم فرآیندهای گیج کننده روانرنجوری وسواس را با قرارداد نشان در نسبت با این عامل تعقیب کنیم. با قرار دادنشان در نسبت با این عامل تعقیب کنیم. اگر عشقی قوی با تنفری که از حیث قدرت تقریباً با آن مساوی است مقابل گردد و در این حال به طور همزمان نیز با آن مقید و متصل باشد، نخستین نتیجه بلافصل آن یقیناً فلج نسبی اراده و عدم قدرت تصمیم گیری در خصوص هر یک از اعمالی است که عشق باید قدرت محرک آن را فراهم آورد. ولی این بی‌تصمیمی همیشه خود را به گروهی مجزا از اعمال محدود نمی‌سازد، زیرا اولاً کدام دسته از اعمال عاشق در ارتباط با انگیزه اصلیش واقع نمی‌گردد. ثانیاً طرز تلقی فرد در خصوص امور عشقی قدرت تبدیل شدن به نمونه‌ای را دارد که بقیه عکس‌العمل‌هایش نیل به تطبیق با آن دارد. ثالثاً یکی از خصوصیات روانی بیمار مبتلا به روانرنجوری وسواس این است که حداکثر استفاده ممکن را از مکانیسم جابجایی به عمل می‌آورد. بنابراین فلج قدرت تصمیم گیریش تدریجاً سایه خود را بر تمام حوزه رفتار بیمار می‌گستراند. در اینجا با غلبه اجبار و تردید آنطور که در زندگی روانی افراد وسواسی می‌بینیم روبرو هستیم. عنصر شک مطابقت دارد با درک درونی بیمار از بی‌تصمیمی و دودلی خودش که در نتیجه بازداشتن عشقش به دست تنفرش در زمان مواجهه
با هر عمل مورد نظر بر وی مستولی می‌گردد. این تردید در حقیقت شک ورزیدن نسبت به عشق خودش است، چیزی که باید قطعی ترین امر در کل ذهنش باشد و بر هر چیز دیگری نیز سایه می‌گستراند و به خصوص مستعد سپردن جای خود به کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین چیزهاست. مردی که به عاشق بودن خودش شک کند می‌تواند، یا شاید بهتر باشد بگوییم باید، به هر چیز کم اهمیت دیگری نیز شک داشته باشد. اینجا یک شعری رو در واقع برای اینکه این رو برعکسش رو بگه، در اشعار عاشقانه هاملت خطاب به افیلیا میگه به درخشش ستارگان شک کن، به حرکت خورشید شک کن، به حق بودن و راستی شک کن، ولی هرگز به عشق من شک نکن. ولی خب در بیمار وسواسی میبینیم که دائما این شک وجود داره، این اون چیزی که میخواد و در واقع عملی که میخواد انجام بده. همین شک است که بیمار را نسبت به مقیاس‌ها و تدابیر دفاعیش مظنون میسازد و وی را به تکرار مداوم آنها جهت محو عدم قطعیت ملزم میکند و نیز همین شک است که عاقبت خود اعمال دفاعی را به اندازه تصمیم منع شده اولیه بیمار در خصوص عشقش از حیث اجرا نامقدور میگرداند. در ابتدای تفحصات هم به این جانب راهنمون شدم که منشأ کلی‌تری را غیر از این یکی برای دودلی بیماران وسواسی در نظر بگیریم، چیزی که ظاهراً به استاندارد طبیعی نزدیکتر بود. مثلا اگر هنگامی که نامه‌ای می‌نویسم شخصی با طرح سوالاتی مانع ادامه کارم شود، بعداً تردید کاملاً موجهی در خود حس خواهم کرد، مبنی بر اینکه آیا در نوشتنم تحت تاثیر این واقعه قرار نگرفتم؟ لذا برای کسب اطمینان مجبورم نامه را بعد از خاتمه نوشتن یک بار دیگر از اول تا به آخر بخوانم. به همین طریق می توانستم فرض کنم که دودلی بیماران وسواسی مثلا در هنگام دعا کردن به خاطر توهمات ناخودآگاهی است که دائما با دعاهایشان مخلوط می شود و آنها را مختل می سازد. این فرضیه صحیح است، ولی به راحتی می توان آن را با آنچه همکنون گفتم وفق داد. این حرف درست است که دودلی بیمار بر این مبناست که وی تدبیر دفاعی لازم را برای جلوگیری از بروز توهمات ناخودآگاه و آثار مخربشان انجام دهد، ولی محتوای این توهمات دقیقاً انگیزه مخالف است، یعنی همان چیزی که شخص دعا کننده سعی در دفعش دارد. این هم در موقعیت ویژه کاملا در بیمارمان مشهود گردید، زیرا عنصر مختل کننده ناخودآگاه باقی نماند بلکه آشکارا ظهور یافت. کلماتی که وی در صدد بود در دعاهایش از آن استفاده کند چنین بود: خدایا او را حفظ کن. ولی ناگهان نعی خصومت آمیز از ناخودآگاهش بیرون جهید و خود را در جمله یاد شده گنجاند: خدای من او را حفظ نکن. و بیمار فهمید که این امر در اصل مبادرت کردن وی به نفرین بود. اگر این نه خاموش میماند، وی خود را در حالت دودلی میافت و به طور نامحدودی دعا خواندنش را ادامه میداد. ولی چون این قصد به طور شمرده تلفظ شد، وی از خواندن دعا دست کشید. با این حال بیمار قبل از انجام دادن این کار همچون سایر افراد وسواسی از هر تدبیری برای بازداشتن احساس مخالف از وارد شدن به ذهنش استفاده کرده. مثلا دعاهایش را کوتاه و خلاصه میکرد یا سریعتر از حد عادی آنها رو بر زبان میراند که گفتیم یک خلاصه ای هم براش پیدا کرده بود. بر همین منوال نیز سایر بیماران میکوشند تمامی چنین اعمال دفاعی را از سایر چیزها منفک سازند. ولی هیچ یک از این روش‌های تکنیکی در دراز مدت فایده‌ای نخواهد داشت اگر انگیزه دوست داشتن با جایگزین کردن خودش به جای عملی جزئی موفقیتی به دست آورد. انگیزه دشمنی نیز به زودی آن را تا زمینه جدیدش تعقیب خواهد کرد و دوباره دست به کار باطل کردن هر کاری می شود که انگیزه قبلی کرده است. بله. و زمانی که بیمار وسواسی بر نقطه ضعف امنیت زندگی روانیمان، یعنی اعتماد ناپذیر بودن حافظه‌مان انگشت می‌گذارد، این کشف او را قادر می‌سازد تا شکش را بر هر چیزی بگستراند، حتی بر اعمالی که همکنون انجام گرفته‌اند و تا بدین جا نیز هیچ ارتباطی با عقده عشق نفرت نداشته‌اند و نیز بر تمامی گذشته. می‌توانیم مثال خانمی را یادآوری کنیم که در مغازه‌ای برای دختر کوچکش شانه‌ای خرید و به شک افتاد که آیا به راستی وی سالها صاحب این شانه نبوده است. آیا این زن مستقیما چنین نمی‌گفت:
اگر من بتوانم به عشقت شک کنم و این فقط برون فکنی شکش نسبت به عشق خود به همسرش بود، پس به این هم میتوانم شک کنم که آیا این شونه از قبل مال من بوده یا. بنابراین به هر چیزی میتوان مشکوک باشم و آیا بدین منوال معنی مخفی تردید وسواسی ها را برایمان آشکار نمی‌سازد. از طرف دیگر اجبار نوعی سعی در جبران تردید و تصحیح وضعیت‌های تحمل ناشدنی برخاسته از من است که دودلی و شک گواه وجود آن است. اگر بیمار در نهایت به کمک جابجایی در رساندن یکی از مقاصد بازداشته شدهش به مرحله تصمیم موفق گردد، آنگاه این تصمیم باید اجرا شود. اگرچه این مقصود همان مقصود اصلی نیست، انرژی محبوس در مقصود اصلی نمی‌گذارد که فرصت تخلیه‌اش در این عمل جانشین شده از دست برود. بر این اساس این انرژی گاهی خود را در قالب فرمان و گاهی در قالب من متجلی می‌سازد و این بستگی دارد به اینکه انگیزه محبت آمیز کنترل مسیل تخلیه را در دست گرفته باشد یا انگیزه خصومت آمیز. اگر چنین واقع شود که فرمانی اجباری قابل اطاعت نباشد، فشار تحمل ناپذیر می‌گردد و بیمار آن را در قالب اضطرابی فوق‌العاده زیاد درک می‌کند. ولی فرایند انجام دادن چنین عمل جانشین شده، حتی وقتی که چیز بسیار کوچکی جایگزین شده است، چنان با شتاب مورد تردید قرار می‌گیرد که چنین عملی معمولاً فقط می‌تواند در قالب تدبیری دفاعی کاملا مرتبط با همان انگیزه‌ای که قرار است دفع گردد انجام شود. به علاوه با نوعی فرایند بازگشت، اعمال مقدماتی جانشین تصمیم نهایی و تفکر جانشین عمل می‌گردد و به جای عمل جانشین شده فکری مقدماتی نسبت به آن خود را با نیروی جبری اظهار می‌دارد. بر حسب اینکه این بازگشت از عمل به تفکر به چه میزانی قدرت داشته باشد، بیمار وسواسی خصوصیات تفکر وسواس آمیز یا اعمال وسواس آمیز را ارائه خواهد داد. ولی وقوع اعمال واقعی وسواسگونه از این قبیل فقط به این دلیل ممکن می‌گردد که آنها نوعی سازگاری در قالب مصالحه بین این دو انگیزه متضاد ایجاد می‌کنند. زیرا اعمال وسواسی رفته رفته هرچه بیشتر به اعمال جنسی کودکانه با خصوصیت‌های استمنایی نزدیک می‌شوند. بنابراین در این نوع روانرنجوری اعمال عشقی علیرغم هر چیزی انجام می‌گیرد، ولی فقط به کمک نوع تازه‌ای از بازگشت. زیرا چنین اعمالی دیگر به شخص دیگری مربوط نمی‌شوند که مورد عشق و نفرت قرار گیرد، بلکه اعمال خودارضاگونه‌ای است از آن دست که در دوران کودکی رخ می‌دهد. نخستین نوع بازگشت از عمل به تفکر با عامل دیگری که در ایجاد روانرنجوری دخیل است تسهیل می‌گردد. سرگذشت بیماران وسواسی تقریباً همیشه مبین رشد زودتر از موقع و واپس زدگی پیشرس غریزه جنسی نگاه کردن و فهمیدن. نگاه کردن همون غریزه نظربازی در واقع و فهمیدن هم غریزه معرفت دوستی. و همونطور که می‌دانیم بخشی از فعالیت جنسی زمان کودکی بیمار کنونیمان از این غریزه متأثر بوده. قبلا نقش مهم اجزای غریزی سادیستی را در ایجاد روانرنجوری وسواسی بیان کردیم. در جایی که غریزه معرفت دوستی نقش مهمی در تکوین روانرنجوری ایفا می‌کند، تفکر علامت اصلی بیماری می‌شود. خود فرایند تفکر به صورت روندی جنسی در می‌آید، زیرا لذت جنسی که معمولاً متصل به محتوای فکر است، به خود عمل فکر کردن منتقل می‌گردد و ارضای مشتق از نیل به نتیجه یک رشته فکر به صورت ارضای جنسی تجربه می‌شود. در انواع مختلف روانرنجوری وسواس که در آنها غریزه معرفت دوستی ایفای نقش می‌کند، رابطه این غریزه با روندهای فکری آن را بسیار مستعد می‌سازد که انرژی را که بیهوده در تلاش است تا راهش را به درون عمل باز کند جذب نماید و آن را در حوزه تفکر سرگرم سازد، یعنی جایی که احتمال نیلش به نوع دیگری از ارضای لذت بخش امکان پذیر است. بدین طریق به کمک غریزه مذکور
تفکر جایگزین این عمل جانشینی می شود. تعلل در عمل به زودی جای خود را به تأخیر و درنگ در افکار می‌دهد و بالاخره کل فرآیند مذکور همراه با تمامی ویژگی‌هایش خود را درون حوزه جدیدی می‌یابد. عیناً همانطور که در آمریکا خانه‌ای گاهی از نقطه‌ای به نقطه دیگر نقل مکان می‌کند. اکنون جرأت می‌کنم با تکیه بر بحث قبلی خصوصیت روانی را که مدت‌ها به دنبالش بودیم و نتایج روانرنجوری وسواس را صاحب کیفیت وسواسی یا جبریش می‌کنم معین سازیم. روندی فکری وقتی وسواسی یا جبری است که در نتیجه یک من به خاطر کشمکش انگیزه‌های متضاد در انتهای حرکتی سیستم روانی با صرف انرژی تحمل می‌گردد. انرژی که از حیث کیفی و کمی معمولاً فقط صرف عمل می‌شود یا به عبارت دیگر فکر وسواسی یا جبری فکری است که کارش نشان دادن یک عمل با نگاه به گذشته است. فکر می‌کنم کسی که در این فرض من تردید نکند که فرآیندهای فکری احتمالاً در سطح بالاتر وابستگی شدید انرژی روانی به یک شی یا فکر نسبت به اعمالی که به قصد تخلیه انرژی یا اصلاح جهان خارج انجام می‌گیرد معمولاً با جابجایی‌های کوچکتر انرژی همراه. فکر وسواس‌آمیز که با چنین شدت فوق‌العاده‌ای به زور راهش را به درون خودآگاهی گشوده است، بعداً باید در مقابل تلاش‌های فکر خودآگاه برای دفع آن امنیتش تأمین گردد. همانطور که اکنون می‌دانیم این محافظت با تغییر شکلی تأمین می‌شود که فکر وسواسی قبل از خودآگاه شدن متحمل آن می‌گردد، ولی این یگانه تدبیری نیست که با کار می‌رود. به علاوه هر فکر وسواسی مجزا تقریباً همیشه از وضعیتی که منجر به آن گردیده و علیرغم تغییر شکلش به آسانی در بطن آن قابل درک است منفک می‌شود. با توجه به این نکته در وهله اول فاصله زمانی بین وضعیت بیماریزا و وسواس ناشی از آن واقع می‌گردد و بدین ترتیب هر گونه کاوش خودآگاهانه ای را در باب ارتباطات سببیش گمراه می‌سازد و در وهله دوم محتوای وسواس با تعمیم یافتن از مکان ویژه‌اش به در آورده می‌شود. وسواس بیمار ما مثالی از این مطلب است، ولی شاید بهتر از آن بتوان در بیمار دیگری یافت. وی زنی بود که خودش را از استفاده از هر گونه زیورآلات شخصی منع کرده بود. با این همه عامل محرک این منع فقط مرتبط با قطع جواهر به خصوصی بود که وی به مادرش به خاطر داشتن آن حسادت می‌ورزید و امیدوار بود روزی وارث آن گردد. بالاخره اگر مراقب باشیم که تغییر شکل لفظی را از تغییر شکل محتوا تمیز دهیم، وسیله دیگری نیز وجود دارد که با آن وسواس در مقابل تلاش خودآگاه جهت دفعش حفظ می‌گردد و آن انتخاب عبارتی نامشخص یا مبهم است. این عبارت به دنبال سوء تعبیر شدن می‌تواند راهش را به درون هذیان بیمار بیابد و هر روند ارتقاگونه یا جایگزین شونده بعدی که وسواسش دستخوش آن شود بر مبنای این سوء تعبیر و نه مفهوم صحیح مطلب استوار خواهد بود. ولی مشاهدات نشان خواهد داد که این هذیان مستمراً مایل به برقراری روابط تازه‌ای با آن بخش از مطلب و عبارت وسواس‌آمیز است که در خودآگاه حضور ندارد. مایلم یک بار دیگر به زندگی غریزی مبتلایان به روانرنجوری وسواس بازگردم و نکته جدیدی را برام بیفزایم. معلوم گردید که بیمار ما علاوه بر تمامی خصوصیات دیگرش از شامه‌ای قوی نیز برخوردار بوده است. به گفته خودش وقتی که بچه بود هر کسی را از بویش میشناخت مثل سگ و حتی وقتی که بزرگ شد بیش از سایر افراد به بو حساس بود. من با این خصوصیت در سایر روانرنجورها نیز برخورد کردم، هم در هیستریک‌ها و هم در وسواس‌ها، و به این شناخت رسیدم که تمایل به کسب لذت از بو که از زمان کودکی خاموش گشته است ممکن است در ایجاد روانرنجوری نقش داشته باشد. ولذا در اینجا مایل به طرح این سوال کلی هستم که آیا تحلیل رفتن حس بویایی و در نتیجه واپس‌زدگی عضوی لذتش از بو ممکن نیست نقش مهمی در تکوین حساسیتش به بیماری عصبی داشته باشد؟ این امر تا حدودی تبیینی برایمان مهیا می‌سازد در باب اینکه چرا با پیشرفت تمدن
دقیقاً زندگی جنسی است که باید متحمل واپس‌زدگی گردد، زیرا مدت هاست که از رابطه نزدیک بین غریزه جنسی و عمل عضو بویایی در تشکیلات حیاتی حیوانات آگاهیم. در خاتمه گزارشم باید اظهار امیدواری کنم که اگرچه نوشته‌های من از هر حیث ناقصه است، حداقل شاید بتواند به صورت محرکی ناچیز برای سایر محققان و دستاندرکاران عمل کند تا بدین وسیله با کاوش عمیق‌تری در موضوع ابهامات روانرنجوری وسواس را مرتبط سازد. به عقیده من آنچه مشخصه این روانرنجوری است و آن را از هیستری مجزا می‌سازد، نباید در زندگی غریزی، بلکه باید در حوزه روانی یافت شود. تصور من این است که بیمار ما به 3 شخصیت تجزیه شده بود: یک شخصیت ناآگاه و 2 شخصیت نیم خودآگاه که خودآگاهیش بین آنها در نوسان. ناخودآگاهش شامل آن دسته از انگیزه‌هایی بود که در سنی کم سرکوب شده بودند و سابقه‌ای تندخویانه و شرارت‌آمیز داشتند. در حال طبیعی وی مهربان، بشاش و معقول بود، فردی روشنبین و ممتاز، حالان که در سازمان روانی سومش در مقابل خرافات و ریاضت سر تعظیم فرود می‌یابد. لذا وی می‌توانست 2 نوع عقیده و چشم‌انداز درباره زندگی داشته باشد. این شخصیت نیمه خودآگاه ثانویه عمدتاً شامل سازمانی روانی ناشی از عکس‌العمل در مقابل امیال واپس‌زده‌اش بود و به آسانی میشد پیش‌بینی کرد که اگر بیماری بیشتر طول می‌کشید، شخصیت مذکور شخصیت طبیعی بیمار را می‌بلعید. من هم اکنون فرصت مطالعه خانمی را دارم که شدیداً از اعمال وسواسی در رنج است. وی نیز بین به 2 شخصیت متفاوت تجزیه گردیده است: یک شخصیت آسانگیر و سرزنده و یک شخصیت بسیار محزون و ریاضتکش. وی شخصیت اولش را به عنوان من رسمیش معرفی می‌کند، حالان که در حقیقت تحت نفوذ شخصیت دوم خویش قرار دارد. هر دو این سازمان‌های روانی به خودآگاهیش دسترسی دارند، ولی در پشت سر شخصیت ریاضتکشش بخش ناخودآگاه وجودش قابل مشاهده است، چیزی که کاملاً برایش ناشناخته است و انگیزه‌های آرزومندانه قدیمی و واپس‌زده را در بر می‌گیرد. حالا در پایان هم میگه که درمان شد و در جنگ جهانی اول هم کشته شد. اینجا به پایان میرسه. خیلی خوب. خسته نباشید. خب دوستمون که پرسیدن در مورد فرامن، لکان برای اینکه این مسئله رو حلش بکنه قضیه رو، در واقع به 3 چهره پدر اشاره میکنه. یه چهره پنداریش، لکان در واقع با اینو در نظر بگیریم که با به کار بردن درست کردن واژه مهادیگری، دیگری بزرگ، مهادیگری، سعی میکنه که یک نگاه در واقع یک خوانش ریاضیاتی بده به این مسائل و یک خوانش انتزاعی بده، یعنی دنبال این هستش که ببینه که ساختارهای ارتباطی رو در واقع تعریف بکنه. بنابراین به جای اینکه همش بگیم مادر پدر، خب اینا باعث میشه که البته یک واقعیتی هستش که تو کار میبینیم، ولی شاید گفتن مهادیگری پنداری، مهادیگری نمادین بتونه خیلی به ما کمک بکنه. اینجوری مجبور نیستیم که بگیم که خب حالا تو این مورد مریض من مثلا نمیبینم که مثلا مامانش آدم بدی باشه یا باباش فلان باشه. مسئله مادر یا پدر واقعی که کودک میبینند نیست، مسئله این هستش که کودک در کودکیش با این مهادیگری چه ارتباطی داره، با این دیگری که از خودش بزرگتر هست. حالا میتونه مامان باشه، بابا باشه، مراقبینش باشن. در واقع با به کار بردن واژه مهادیگری سعی میکنه این ابهام ها رو حل بکنه. حالا این مهادیگری میتونه پنداری باشه، پنداری که باشه در واقع با اینکه هیکلش درشتره ولی دگرمنه، در واقع مثل یک من همسان عمل میکنه. یعنی بچه، مثلا پدر و بچه‌ای که با هم دیگه توی رقابت هستن، یا مادر و دختر یا مادر و بچه فرزندی کلا توی حالت رقابتی هستند، اونجا این مهادیگری در جایگاه مهادیگری نمادین نمیشینه. بزرگ هست ولی در واقع مانند دگرمن، مانند یه من دیگه یک کودک در واقع داره عمل میکنه.
اگه این دوتا رو بتونیم از هم دیگه جدا بکنیم خیلی تحلیلمون ساده تر میشه. یعنی میبینیم که ما الان فروید چقدر داره هی چپ و راست میزنه، هی ریزه کاری از این ور از اون ور فلان. شما با خوانش لکانی میتونید همه اینها رو جمع بکنید و یه خوانش ساختاری خیلی قابل فهمتر و رساتری و ساده تری رو ارائه بدید. سه چهره پدر، مثلا مسئله فرامن رو برای لکان، فرامن هر دستوری هست که بی‌معنا و خودکامه است. هر دستور بی‌معنا و خودکامه‌ای مانند یعنی فرامن. خب حالا این رو میتونه مادر بگه، پدر بگه، هر کی بخواد بگه. خب و معمولا این مهادیگری پنداری هست که این رو میگه، دستورهای خودکامه بی‌معنا تولید میده به بچه، در حالی که چهره پدر نمادین چهره پدری هستش که از جایگاه قانون حرف میزنه. خب ما این رو اگر بتونیم از هم جدا بکنیم خیلی راحت‌تر خواهیم دید. در این صورت متوجه میشیم که اگر در پیشا و دیپ باشیم یک درگیری وجود داره میان کودک، میان من و نهادیگری که مانند دگرمن داره عمل میکنه. برای یک همامیزه کودک مادر فرزندی وجود داره معمولاً، و معمولاً پدر واقعی نیست، حضور کمرنگی داره و در این همامیزه مادر فرزندی مادر اینجا در جایگاه یک نهادیگری هست که مانند دگرمن داره عمل میکنه و این باعث میشه که کودک نتونه مرزهای روانیش رو از مادر جدا بکنه و دچار یک رابطه مهراکینی با مادر هست. برای اینکه بچه از مامانش میخواد که یه چیز بهش بده و هیچ مادری نمیتونه به تمامی در خدمت بچه باشه و به هر حال یک روزی اون چهره جادوگر مادر میزنه بیرون. ما توی داستان‌های کودکان میبینیم که مادرها معمولاً یک مادر خیلی مهربان هست، فرشتگون هست و یک مادری که جادوگر هست، یعنی چهره مادر دوپاره میشه. اینا رو ملالین کلاین خیلی خوب باز میکنه. اگر میخواین با دنیای پیشا و دیپی آشنایی داشته باشین کلاین رو بخونین، خیلی خوب این رو باز میکنه. خب در این چهره دوگانه مادری که خدمت میکنه و مادری که دچار دشکامی میکنه فرزند رو، یعنی چیزی رو که میخواد بهش نمیده، اونجا که میخواد باشه نیست، مادری که فرستریشن ایجاد میکنه، مسلماً یک رابطه مهراکینی باهاش وجود داره و این رابطه مهراکینی حل نمیشه مگر اینکه یک نهادی که نهاد نمادین قانون هست بتونه بین مادر و فرزند یک فاصله‌ای بندازه و بتونه مادر رو از فرزند جدا کنه و فرزند رو از مادر. بنابراین چیزی که فروید الان داره میگه در مورد مسئله عشق و نفرت در اینجا معنا پیدا میکنه، تو یک رابطه پیشا و دیپی معنا پیدا میکنه، در یک همامیزی با نهادیگری پنداری معنا پیدا میکنه و در یک همچین فضایی ما میبینیم که پدر موشمرد هم خودش یک نهادیگری پنداری است، یعنی به هیچ عنوان از جایگاه درست پدر پنداری رفتار نمیکنه، خودش میشه یک جور رپلیک، یک جور بازتولید رابطه با مادر. یعنی خودش هم داره چیزی که به بچهش میگه یک نه فرامنی بهش میگه، از جایگاه یک فرامن پنداری، پدر پنداری داره عمل میکنه. این باعث میشه که موشمرد هیچ وقت نتونه از این رابطه یا بهره بری یا نه فرامنی بیاد بیرون. تو این دوتا گیره و در نوسان هست. بهره بری نه، ولی این نه یک نهی هستش که به هیچ عنوان از جایگاه قانون اعلام نمیشه، برای اینکه نهی که اینجا این پدر داره بهش میگه یک نهی نیستش که بهره بری رو ازش بگیره و آرزومندی جاش بگذاره. یک نهی هست که یک بهره بری رو میگیره، یه بهره بری دیگه جاش میگذاره. یعنی یک بهره بری جنسی رو از کودک میگیره و بعد یک بهره بری مادی میذاره مثلا به جاش. تو باید با یک زن پولدار یا با زنی که موقعیت خوبی داره ازدواج بکنی، یعنی یک جور تو بهره بری در گیر بمونی. بنابراین در واقع درگیری میان دو بهره بری، دو شیوه بهره بری است. در اینجا پدر اون چرخشگاهی که باید باشه و اجازه گذر از بهره بری به آرزومندی رو بده رو در اختیار موشمرد قرار نمیده و تمام مشکل موشمرد در این هستش که توی یک فضای همامیزی با
جامعه دیگری که مانند یک دگرمن پنداری و فرامنی داره عمل میکنه درگیر هست و از این نمیتونه بیاد بیرون. و قاعدتاً همه مراجعان وسواسی ما همینن. حالا شما این ساختار رو میگیرید، بعد میبینید که توی هر خانواده‌ای به هر حال یک شکلایی نوشتنش فرق میکنه ها، چیزای مختلف، دکورش متفاوت هست. یک نکته دیگری هم که ما توی افراد وسواسی میبینیم رانتابی زیادی اندیشه است. یعنی معمولاً این بچه‌هایی هستن که توی خانواده‌هایی هستن که حتما خودتون متوجه شدید مادر یا پدر معلمن و اهل کتاب هستن. یعنی خیلی بچه رو از همون اول همش با بچه حرف زدن، حرفای انتلکتوئل خیلی انتزاعی زدن، برخلاف تیپای هیستریک که معمولا ما میدونیم که به هر حال مادرها یه تیپایی هستن که یا پدرها بچه هاشون رو خیلی لباسای قشنگ تنشون میکنن، میرقصوننشون، واقعا تن بچه خیلی رانتابی شده، تیپ هیستریک میده. در حالی که توی وسواسی ما معمولا با یک تیپ خانواده هایی سر کار داریم که خیلی به اندیشیدن اهمیت زیادی دادند و میبینیم که وسواس یعنی روان نژندی خودش رو در حوزه اندیشه خیلی رشد میکنه و پهنه در واقع اکسپرشنش میشه. خب آیا دوستان حرفی دارن، سوالی، نظری؟ سپاس خانم فزاده از شما و دوستمون که ارائه دادن. بنده سوالی داشتم در مورد این مادری که میفته در رابطه دیگری پنداری با کودکش و به عنوان دگرمن عمل میکنه و این یک جوری زمینه سازه میتونه وسواس باشه. به این نکته شما وقتی اشاره کردید این پرسش تو ذهن من ایجاد شد که اگر مادری به عنوان دگرمن با کودکش رفتار کنه اما حالا اینجا یه عامل دیگری مثل حالا پدر یا پدر بزرگ بیاد وارد بشه بین این رابطه مادر کودکی که حالا مادر داره به عنوان دگرمن عمل میکنه، آیا باز همین ساختار وسواس میشه یا اینکه نه میتونه تغییر پیدا بکنه؟ نه دیگه تغییر میکنه. ببینید دو تا نکته هست. یکی این که اولا برای مادر سخته که دو نقش بازی بکنه. مادر با بچه در یک کانتینیویتی تن به تن بود هستش. یعنی شما هر چقدر که مادر بخواد، درسته که قانون در زبان مادر هستش که اول مطرح میشه به زبان میاد، ولی واقعا برای مادر سخته که دو تا نقش رو بخواد بازی بکنه. مادر معمولا توی یک رابطه تناتنی با فرزند هست و خیلی سخته که بخواد هم نقش دربرگیرنده رو بازی کنه و هم نقش جدا کننده رو بازی کنه. میتونه دقیقاً مشکلی که ما افراد وسواسی داریم این هستش که خیلی وقتا میگن ما مادرمون آدم خیلی جدی بود و همش، یعنی مادرایی که در واقع نشستن جای پدر و بچه‌هاشون رو، ما اصلا اینا خیلی زیاد داریم الان تو ایران. من متوجه شدم مادرایی که دقیقاً محبت به بچه‌هاشون زیاد نمی‌کنن و بابا نیست ولی مامان نشسته جای بابا و دستور میده. بنابراین نه، مادر یک نقش معمولا دربرگیرنده داره. خیلی مهمه این نقش دوگانه. اینکه مادر، اریک فروم حرف خیلی جالبی میزنه، میگه عشق مادری یک عشق نامشروطه و خیلی مهمه که بچه بدونه که نامشروط میتونه دوست داشته بشه و عشق پدری یک عشق مشروط هست. تو باید خوب باشی تا من دوستت داشته باشم. خیلی مهمه که بچه بتونه هر دوتای اینها رو تجربه بکنه. اگر مادر نتونه به عشق نامشروط به بچهش داشته باشه، یه جای کار میلنگه. یعنی مادری که همش میخواد عشق مشروط داشته باشه واقعا یه جای کار میلنگه. به خاطر همین هستش که مادر نمیتونه تو جای پدر بشینه. مادر بایستی در یک جایگاه دربرگیرنده و مهرآمیز باشه و بچهش رو نامشروط دوست داشته باشه. یعنی بچه‌ای که یک غلطی کرده، بابا دعواش کرده، این بچه‌ای که مضطربه، به کی میخواد پناه ببره؟ باید بتونه بیاد تو آغوش عشق نامشروط مادر که اون رو دربر بگیره و این چیز وینیکاتی که مسئله دربرگیرندگی مادر رو مطرح میکنه خیلی مهمه. یعنی واقعا
اگه بخوایم نقش مادر رو در رابطه با فرزند خوب بتونیم بشناسیم، وینیکات رو باید بخونیم. مادر یک عشق نامشروط به بچه داره، نمیگه چون تو الان فلان کار کردی من دیگه دست رو سرت نمیکشم، ولی اگه بخواد همش هم دست رو سرش بکشه اون بچه باز یک جایش مشکل پیدا میکنه. بنابراین خیلی مهم هست که مادری باشه که در برگیرنده باشه، عشق نامشروط داشته باشه، و خیلی مهم هستش که کس دیگری باشه، پدر بزرگ، مامان، بابا، نمیدونم هر کی بزرگتر دیگه باشه که عشقش مشروط باشه و بتونه بیاد این دوتا نقش رو بازی کنه. و خیلی نکته فروید نکته مهمی رو داره مطرح میکنه، میگه عشق بر نفرت باید پیروز بشه، ولی عشق چگونه بر نفرت پیروز میشه؟ عشق بر نفرت از همین دوتا طریق هست که پیروز میشه، یعنی یک عشق نامشروط از مادر گرفتن و یک عشق ورزیدن به پدری که احترام‌آمیزه و رابطه فرد رو با واقعیت تنظیم میکنه. برای اینکه مادر توی خونه است، هر چقدر هم که بره بیرون، دقیقاً مشکلی که ما داریم، مادری که هم بیرونه هم خونه است و اصلا نمیدونه کجاست، یک مشکلیه. به هر حال معمولا این پدرها هستن که بچه رو میگیرن میبرن بیرون، با دنیای واقعیت روبروش میکنن. بنابراین این کسی که قرار هست دست بچه رو از درونی بگیره و بیرون ببرتش تو اجتماع، باید این بچه محبت داشته باشه بهش، بایستی این پدر به کاری بکنه که این بچه دوستش داشته باشه. اگر که پدر دوست داشتنی بود، بچه میتونه بر این الگوی ارتباطی مهراکینی فائق بیاد، پیروز بشه. و این چرخشگاهی که گفتم اینجا رخ میده. یعنی پدر نمادین تنها به شرطی میتونه بچه رو از یک الگوی رابطه دوگانه، پادسودگی، امبیولنس مهراکینی بیرون بکشه که با محبت این کارو بکنه. محبت مشروط، قاطع، ولی با محبت، و هر دوتای اینا لازم هستند. یعنی این پدر نمادین حتی اگر مادر بچه مادری باشه که در یک رابطه دگرمنانه با بچه نشسته و خیلی پادسویگی داره با کودکش، بازم این پدر نمادین پس میتونه بکشه بیرون بچه رو از این رابطه. معمولا اینجوره، دست مادر نیست. میدونین این برمیگرده به رابطه فرزند با مادر. ببینین یه مادر پرفکت وجود نداره، اگر داشته باشه خیلی خطرناکم هست. اینم باز وینیکات روش تاکید خیلی مهمی میکنه، مادر به اندازه کافی خوب. ببینین مسئله اینجاستش که بچه مرز نداره درخواستش. یعنی بچه میخواد که هر موقع شیر میخواد مامان باشه، هر موقع بغل میخواد مامان باشه. اصلا چنین مادری وجود نداره، برای اینکه واقعیته. بچه دچار هالوسینیشن میشه، دچار سایکوز میشه دیگه. اگر مادری که همیشه هست، یعنی واقعا اوتیسم میده بیرون دیگه. مادر نباید همیشه باشه، مادر نباید همیشه به حرف بچه گوش بده و نمیتونه همین کارو بکنه. ولی به محض اینکه اون جایی که مامان همیشه هست شیر میده، ولی یه روزی مریض شده بردنش بیمارستان هم نبود، میشه مادر بد. چه بخواد چه نخواد، از دید بچه این مادر بده. یعنی میخوام بگم که بچه به هر حال از نگاه بچه ما نگاه بکنیم، یک جایی تو رابطش با مادر، این مادر یک مادری میشه که بچه رو دچار دشکامی، دچار فرستریشن میکنه. چه بخواد چه نخواد. بچه خیلی رابطه خوبی مامان داره، بچه دوم میاد مامان به اون توجه میکنه، میشه مادر بد. یعنی بچه مامانو میخواد، بابا میگه نه برو تو اتاقت بخواب، میخوام برم بخوابم، میره میخواب پیش بابا، میشه مادر بد. یعنی مادر هر کاری بکنه یه جای مادر بدی میشه، چه بخوایم چه نخوایم. و دقیقاً اینجا هستش که یک نفر میخواد که این بچه رو بگیره، بهش محبت بکنه و جایگزین بشه این محبت مادری با یک تیپ محبت دیگه که بچه ول کنه این مامانو. آخه بعضی وقتا میبینیم آخه مادرایی هستن که حالا پدره رو خراب میکنن، یعنی این پدره میاد تو جایگاه بزرگدیگری بشینه ولی خب مادره نمیذاره، یعنی حالا میخواد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ خب آیا میتونه این پدر روان بشینه؟ نژند میده بیرون. روان نژند میده بیرون. معمولا مادرهای هیستریک بابا رو خراب میکنن یا وسواسی فرق نمیکنه، و مادرایی هستن که بابا رو خراب میکنن و اینجاست که باید گفت بهش زیر پای پدرانه است. برای اینکه پدر باید انقدر بزرگواری داشته باشه که بتونه هم مامانو بذاره سر جاش با محبت، هم بچه رو بذاره سر جاش با محبت.
خواهش. خب البته ما میدونین خانواده پرفکت که نداریم، ما با همین چیزا بزرگ میشیم دیگه، یعنی با همین نقص ها بزرگ میشیم و این نقص ها، این کمبودها باعث میشن که به هر حال زندگی همینه، یعنی اینها میتونیم از اینها یک موتورهای حرکتی برای خودمون هم بسازیم، از این کمبودها. اینطور نیستش که فکر کنیم که ما میتونیم واقعا یک الگوی یک خانواده پرفکت رو ترسیم کنیم و بیایم درس بدیم. مثلا این کودک پروری هایی که کلاسای کودک پروری، من همیشه خندم میگیره این که کلاسای کودک پروری رو که میبینم، برای اینکه همچین حرف میزنن انگار که واقعا میدونن که چجوری میشه بچه خوب پرورش داد. بابا نه، اینجوری هم نیست. یعنی شما با یه بچه سخت میگیری، بحثی به خمیره بچه داره. با یه بچه سخت میگیری کلا دچار بازداشتگی میشه، بازداری میشه، پدرش در میاد. با یه بچه سخت میگیری، خودشو میکشه بالا، محکم میشه. یعنی خمیره بچه هم مطرحه و هزار یک عامل دیگه هم مطرحه. میخوام بگم ما همه توان نیستیم که بخوایم بگیم که میتونیم همه فاکتورهای تربیتی رو جوری بچینیم که به آدم خیلی سالمی بدیم بیرون. همین که واقعا یک مادر کما بیش مهربان داشته باشیم و یک پدر کما بیش خردمند، این خودش از ما یک آدم سالم خوشبختی خواهد ساخت. خب خواهش می‌کنم. خیلی خوب، خسته نباشید آقای غلامی، دوره جالبی بود. اگر دوستان چیزی نمی‌خواد بگم، خدا نگهدار بگیم. خانم حنیفه‌زاده وقتتون بخیر. من یه سوال بپرسم در مورد جزء سادیستی لیبیدو و اون سادیسم موجود در ناخودآگاه میخواستم بپرسم که خاستگاهش از کجاست و چه تفاوتی تو ساختارهای دیگه داره؟ آیا از ورای اصل لذت توی ساختارهای متفاوت به چه شکلی هست؟ نمیدونم، خیلی معماست، خیلی روان کافای زیادی بهش پرداختند. فقط میتونیم بگیم که بچه‌ای که داره سینه مادر رو مک میزنه یه جایی ممکنه گاز بگیره. اینقدر بدویه. و اگر که خیلی جدی جلوی گاز گرفتن بچه وای نستی، همینجوری گاز گرفتنش ادامه پیدا میکنه. بنابراین یکی از نشانه های این که بچه مرز براش گذاشته نشده اینه که تو همون مهد کودک میره دوستاشو گاز میگیره. میخوام بگم که یعنی مسئله سادیسم اولین ویژگیش سادیسم دهانی هست که میبینیم از همون نوزادی وجود داره. بنابراین از کجا میاد رو من نمیدونم، فقط یه چیز که میدونم این هستش که هست و اگر مرزی براش گذاشته نشه همینجوری واسه خودش جولان میده و خیلی مهمه که مرز براش گذاشته بشه. و یه چیزی هست که تو همه ما عمل میکنه و واقعا اگر براش مرز نذاریم میتونه خیلی پیش بره، میتونه بی نهایت پیش بره. نمیدونم منظور دوستی پرسیدن غریزه مرگ، واژه غریزه رو من نمیدونم، اگر غریزه رو معنای اینستینکت به کار ببریم و یا آدما غریزه، نمیدونم واقعا غریزه مرگ یعنی چی. اگر منظورتون مرگ رانه از رانه مرگ فرویدی هست با غریزه متفاوته. اگر که ببینید تو هیچ، به خاطر همینه که ما در روانکاوی با از رانه حرف میزنیم نه از غریزه، درایو میگیم نه اینستینکت. ترجمه خیب فرویدی به زبان انگلیسی اول اینستینکت بوده که ترجمه ناجوری نادرستی بوده، الان بهش میگن درایو. ببینید شما تو این آزارگری، این سادیسمی که تو انسان ها میبینید تو حیوان ها نمیبینید، خیلی کم دیده میشه. به خاطر همین هستش که ویژگی انسانه، یعنی این آزارگری مرگرانه ویژگی انسانه و اینکه آزارگری میتونه با بهره‌وری جنسی بیامیزه ویژگی انسان هست. ویژگی موجودی است که زبان داره، زبانمنده. اینا رو شما توی جانورهای دیگه نمیبینید، نه به این شدت. اینکه یک چیزی وجود داره در انسانی که مثل همه موجودات دیگه از جنس خشونت
قاعدتا یک مقداریش آره اینجا من فکر میکنم به غریزه برمیگرده، ولی این غریزه در انسان میره و توی زبان و شکل‌های دیگری به خودش میگیره، یعنی مشروط میشه به ساختار به زبانمند بودن انسان. خیلی پیچیده است، من یکی که چیزی زیادی ازش سر در نمیارم. خواهش میکنم. خب میشه مثلا بگیم تو ساختارهای متفاوت به چه شکله مثلا این جزء سادیستی لیبیدو توی وسواسی، هیستری، پرورت و اینکه ما چطور با اینا مواجه میشیم؟ حالا توی وسواسی که تقریبا اینجا یه شکلی ازش رو داریم میبینیم، ولی بله خب هرچی پیش اودیپیتر میریم جلو میزان آزارگری افزایش پیدا میکنه دیگه. درست. از هیستری بگیریم بریم توی وسواسی، از وسواسی بریم توی روانکجی، از اونجا بریم توی روان پتودی که یک گونه سایکوز هست. دقیقا ویژگیش سایکوز، ترکیب سایکوز و روانکجی است. برای آره هرچی عقب‌تر میریم تو ساختار شدیدتر میشه دیگه، و هرچی جلوتر میریم مهربانتر میشیم. هرچی بالغتر میشیم مهربانتر میشیم. و اون جلسه درمانم باید خیلی واضح جلوش مرز بذاریم دیگه. وقتی باید نمونهش رو بیارین ببینم چیه قضیه. من خواهش می‌کنم. خیلی خوب، پس دوره آینده خدا نگهدار.